پس یه دینی داریم به نام آشوری، یه دین بعدش اومد به نام زرتشت، یعنی دین ابراهیم. آشوریا قبول نکردن دین بعدی رو، جنگ شد، زرتشتی‌ها آشوریا رو کشتن، آشوریا زرتشتی‌ها رو کشتن تا دین بعدی یعنی موسی. یهودی‌ها به این دو تا دین اضافه شدن. حالا این وسط آشوریا یهودی‌ها رو می‌کشتن، یهودی‌ها زرتشتی‌ها رو می‌کشتن، زرتشتی‌ها آشوریا رو می‌کشتن. همه دنیا میخواد این سه تا دین رو راجعش حرف بزنه، اصلا میگه دین وجود نداره. همه دنیا دیگه الان اسلام درگیر شده با مسیحیت، جنگ‌های صلیبی. این سه تا دین کجا رفتن؟ یهودی‌ها تمام پولاشون رو گذاشتن، میلیاردها دلار خرج میکنن که بگن شعیب پدرزن موسی نیست. میلیاردها دلار دارن خرج میکنن که بگن فرعون مصر زرتشتی نبود. زرتشتی‌ها میلیاردها دلار دارن خرج